درود به شما بینندگان عزیز ما. باز هم برنامه ماست لحظه با روانشناس و من هم در خدمت شما هستم و موضوع امروزه ما موضوع درخواسته بینندگان ما موضوع شکر است. خیلی کلمه عادی، خیلی کلمه شاید زبون زده، خیلی کلمه که همه میدونند و هر حال شنیدند و بسیار تلفظ هم میکنند. آیا ما چی بودن شکر رو واقعا به قدر کافی میدونیم؟ اصلا یک عباره است وقتی مردم شکر میکنن بعد شکر کردن یک عباره رو استفاده میبرن میگن شکر خدا از این بد نکند. من هر بار اینو میشنوم میگم که شکر نکردی، این شکر تو از ترست بود. پس میگن شکر چیست؟ شکر از همون قناعتمند بودن از اون چیزی که داریم و درجه دوم قناعتمند بودن شاد بودن است. و چگونه ما خودمون رو باید به این حالت بیاوریم؟ خیلی عادی است. همه ما خیلی چیزها داریم ولی متاسفانه اندیشه انسان طرز بنیاد شده است عصرهای عصر در نتیجه ترس‌ها، در نتیجه ترساندن‌ها و چیزهای دیگر که ما با عالم چندان باور نداریم و هر صبح بیدار میشویم درباره مشکلات فکر میکنیم، درباره اون چیزی که داریم فکر نمیکنیم. مثلا درباره زندگی یک نفر عادی رو اگر بگیریم، برای مثال یک خانه 3 اتاقه دارد، 4-5 فرزند دارد، زن و شوهر شاید کار میکنند و هنگامشان وقتی صحبت میکنید درباره فقط مشکلات کمبودی زندگی، معاش نمیرسد، ما از بانک قرض گرفتیم، مکتب بچه هامون و غیره و کذا. بسیار کم میشود که در صحبت اینها بگویند که میدونین من چقدر آدم خوشبخت هستم، من خونه دارم، من فرزندان سالم دارم، من شوهر خوب دارم، من زوجه خوب دارم، پدر و مادرم زنده هستند، من 4 اشکال بتون دارم، دست و پای من، چشم و روی من کار میکنند. ولی ما در هنگام صحبت سر میکنیم ها چه خیلی خوب هستی، ها خوب هستم، زندگی تینجاست، همین تینجا گجا فلان بسمدان و غیره و کذا. اینجا شکر اصلا قدم نمانده است و درباره هر چیزی که ما زیادتر فکر کنیم همون بیشتر می شود. اگر که با اون فکر رو به زبان جاری کنیم آن قوی تر می شود. وقتی که ما در موضوع شکر صحبت میکنیم من هر دفعه یک مثال میبرم، همون ووچیچ رو، یک مردی که دست و پا ندارد، دست ها از کتف نیستن، پاها از ران نیستن، به حدی نیستن که حتی دست و پای سونی چسبانده نمی شود و این مرد یکی از خوشبخت‌ترین و ثروتمندترین آدمان دنیاست. چگونه او به این رسید؟ توسط همین شکر. در این عالمی که برای او اینقدر مشکلات ایجاد میکرد، تصور کنید یک کودکی که با همین حالت به باغچه می رود، کودکان باغچه با او چگونه نگرستند، با همین حالت با مکتب می رود، بچه های مکتب با او چگونه مناسبت کردند، با همین حالت می خواهد کاری رو انجام بدهد، از سرش چه می گذرد. ولی این آدم فقط یک چیز رو از بین تمام چیزهای عالم، جان خودش رو و عقل خودش رو، اون چیزی که داشت، البته کمک پدر و مادرش خیلی زیاد که آنها رو هم همین شکر رو خوب میدونستند و به این فرزند شکر رو یاد دادند. گفتن مهم که تو هستی، مهم که تو زنده هستی، تو چشم داری، تو چیزهای دیگری داری، دست و پا نداری، تو چشم داری میبینی، تو زبان داری صحبت میکنی، تو چهره زیبا داری، تو عقل خوب داری. اینها میتوانند به تو کمک کنند و یکی از معلمان خوشبختی عالم امروز همین نیک ووچیچ است و خوشبخت هم هست. یکی از صاحب الجمال ترین زنها، یکی از زیبا صنم هایی که از همه کنکورس ها گذشته است و این تاج زیبا صنمی را گرفته است همسرش است. فرزندان سالم هم دارند. روزگار او را پیگیری کنید و میبینید که واقعا شکر چه معجزه است، چه قدرت است، چه توانایی است که شما میتوانید دنیاتون را روشن کنید. ولی آدمی که امروز در صحبتش دلگیر میشوید فقط از غم دنیا صحبت میکند، وقتی که به چهره او مینگرید، به دست و پای او مینگرید، همه چیز هست. به نظر من وقتی که میبینید مثلا بانوهای بسیار زیبا میبینید، قیافه زیبا، سر لباس زیبا، خانه در خوب دارن، همه چی دارن، آرایش گرانبهای طلایی هم دارن، همه چی دارن، ولی در جای در ماندن و به خاطر یک گره این عالم رو نمیبینند
و یک مشق داریم در روانشناسی. یک ورق سفید رو میگیریم، یک نقطه رو میگذاریم و نشان میدهیم. میگیم چی رو دیدی؟ میگوید یک نقطه سیاه رو. میگم چرا ورق سفید رو ندیدی؟ این نقطه چند فایز این ورق رو بند کرد که تو تنها یک نقطه رو دیدی. شکر دیده توانستن یعنی همون ورق سفید است. شکر به خاطر یک نقطه بی‌قدر نکردن اون ورق سفید است. در عالم ما، در زندگی هر روزه ما خیلی چیزها داریم. صبح وقتی که بیدار میشوید با شکر بیدار شوید و گویید شکر من بیدار شدم، پس من زنده هستم. من چشمم رو گشودم و این عالم رو دیدم، پس من دیده بینا دارم. من در بستر خودم خواب رفتم، پس من بستر دارم. بالای سر من شیفت است، پس من بام دارم بالای سرم. شاید این خانه اجاره است، شاید این خانه خشتبارتون است که در مهمانی هستید، ولی شما جایی هستید. شما دست و پای صحت دارید، شما از جایتان خیسته میتوانید. اگر از پشت دیوار صدای پیدا شد، شکر من همسایه دارم. اگر صدای کودکتان یا نبیرهتان است، بگویید شکر من نبیره دارم. شاید این نبیره آمد شما را از خواب بیدار کرد، شما در غضب اومدید، این کودک آوازش گریه کرد، من با گریه بیدار کرد. ولی جای شکر از چی است؟ من دارم نبیره ای که مرا بیدار کند و این نبیره برای شما رو شاد کردن می آید. کودک خردسال در خانه ولی خیلی مشکلات ایجاد میکنه. میتواند تلفن شما رو گرفته شکند، در درون آب پرتاید و میتواند شب در روز گریه کند اگر یک اونجا کش درد کند، شما رو خواب رفتن نماند. ولی این نبیره آرزوهای هزارها آدمانی دیگر است که تنها شما دارید، آنها ندارند. و اصلا اگر نگاه کنید، از جای خیستید رفتید دستورتون شستید. ما خیلی مشق هم داریم، مشق 50 شکر صبح سحری. از جای خیستید برای هر یک عمل عادیتون، برای هر چیزی که دارید رفتید دستورتون شستید. برای اون آبی که از جمک جاری می شود شکر باید. برای اون صابونی که در نزد شما بود و دستتون پاک کردید شکر باید. برای اون حرکتی که با دست خودتون دستورتون شستید، دندانتون پاک کردید شکر باید. که رفتید برای خودتون چای موندید شکر. شما چاینیک دارید، شما آب دارید. اگر در خونتون برق ندارید، پس در خونه که صاحب خانه‌ای که برق دارن پس آتش دارن، بگذار یک برده نان باشه. ولی بعضا اگر صبح خانه شما یک برده نان هم باشه، یک برده نان رو در آب تر کرده می نوشید، صبح سحرتون از خواب میخیزید و این هم شکر دارد. و بزرگان ما بیهوده نگفتن شکر کردی نعمتت افزون شود، شکر نکردی از کفت بیرون شود. و مردم ما این چیز رو بسیار تکرار میکنند، ولی همزمان با عمق معنی شکر ما نه همیشه می رویم. شاد بودن، قناعتمند بودن، از هر چیزی داشتن. صبح خستید با اهل خاندانتان سلام بگویید، با آنها سلامتی آرزو کنید. شکر آنهاست این. اگر کودکی در اون خانه هست او رو با آغوش بگیرید و شاد شوید. این شکر است. لباسی که در تنتان هست هرگونه لباستون رو بدر میکنید شکر کنید. لباسی دیگری دارید که آن رو بپوشید. شاید آنهایی باشند که نیم این را ندارند. یک قصه عجیب است که با در یک درمانی استفاده میبریم در پسیکولوژی با مسئله شکر خیلی نزدیک است. یک شاخ دختر از غذای صبحانه مأخوذ نمیشود، قهر میکند، میرنجد و از قصرش بیرون میبرد. میرود، قصر در لب بحر بود است و اونجا با چهره غمگین با خاطر آزرده مینشیند. همین وقت بحر، موج بحر یک کاسه خانه سر رو بیرون میپرتاید و کاسه خانه شکر میگوید. این شاخ دختر با حیرت نگاه میکند، میگوید این چی دارد شکر میکند؟ با موج دوم این کاسه خانه رو میگیرد و به سنگ ساحل میزند، کاسه خانه پاره پاره میشه. همون کاسه خانه خالی، آن که صحت بود چیزی داشت، یعنی آن هم میتوانست و به خاطر صحت خودش شکر کرد و شاید بعدی پاره پاره شد، شاید برای پاره ها شکر میکند. اگر قیاس کنید شاخ دختری که همه چیز دارد، شاید از غذا براش معقول نشد، شاید لباس معقول نشد، شاید رفتاری کدام خدمتگارش معقول نشد، شاید پدرش برای کار تنبیهش کرد، شاه رنجید. این از زندگی ناراضی است و این راضی است. یعنی اگر ما شکر کردن خواهیم، ملکه شکرگزاری رو بیاموزیم، ما برای شکر چیزی بسیاری پیدا کردن میتوانیم.
این زمان در کشور ما بهترین نعمت این صلح است و این صلحی با مشکل ها با دشواری ها به دست آورده ماست. این صلح است که برای آن تمام ملت و هر کسی که مسئول است اینقدر زحمت میکشند. اگر که ما به قدرش نرسیم ما باید یک پس سرگردانیم و خبرهای عالم نگریم. عالم در آغوش جنگ ها می سوزد. ساختارهای امروزه امریکا، همه چیزی که روی میتید و ما با اون روبرو میشویم برای ما پیغام است، برای ما سبق است که ما با اون بنگریم و بگوییم شکر. شکری که امروز چیزی که من دارم آنها ندارند و این چیزی که من دارم برای زندگی امروزه من خیلی خدمت میکند. چشم، بینو، گوش شنوا، پای روا، دستگیرا، تن صحت، این هوای تازه که ما نفس میکشیم. 3-4 سال پیش بیماری کووید ما را از هوا محروم کرد و آدمان نفس کشیدن نتوانستند. این هم یک سبق بزرگ برای شکر بود. اگر ما درباره شکر عمیق فکر کنیم ما میتوانیم بسیار چیزها رو از دیگر طرف ببینیم. از اون طرف ببینیم که امروز چشممون با اون نمیافتد و از این رو من گمان میکنم که شکرگزاری یکی از اسباب ها، یکی از اسطوره ها، یکی از بهترین اصول های سعادتمندی انسان است. شکرگزاری میتواند ما را مثبت اندیش کند. شکرگزاری میتواند ما را صاحب نعمت کند. شکرگزاری سلامتی ما را، آن چیزی که امروز داریم خیلی خوب حفظ میکند. و یک چیز دیگر هم هست، شکر احتیاط کردن آن چیزی که دارید. من همین پیاله برای آن شما کسی زحمت کشیده است آن را ساخته است، کسی زحمت کشیده است و بازار تاجیکستان آورده است و شما زحمت کشیده مبلغ صرف به دست آورید آن را خریدید. احتیاط کنید. این هم شکر است. در حفظ لباس مثلا میگن خانه پلاس آدم لباس. باز یک بار دیگر است میگن لباس میگه که تو مرا ته بدار من تو را شه میدارم. این هم شکر است. نعمت های خود را احتیاط کنید به قدر آنها برسید. تن خود را احتیاط کنید به قدر سلامتیتان برسید. اهل خاندانتان را احتیاط کنید به نسبت آنها غمخوار باشید، مهربان باشید، آنها را حفظ کنید. در شما جای کار میکنید خواه رابط باشید، خواه یک دست نسبت همدیگر خوشزبان باشید، مهربان باشید. این هم شکر است. یعنی شکر تنها یک کلمه از 4 حرف عبارت نیست. شکر یک عالمی روشن و همیشه پر احتیاط و پر غمخواری ما نسبت خود و این عالم است. زیرا هر چیزی که ما در فکرمان داریم روز عملی می شود. نیست گفتید نیست می شود. ندارم گفتید از بین می رود. و یک چیز دیگر است در شکر، با دیگران با هم دیدن. نفری دیدید که امروز نیازمند است برای 10 سومون، برای 50 سومون، برای 100 سومون. شما همین قدر می توانید داده. شما در کیسهتون 50 سومون دارید برای امروزتون است، ولی او 50 سومون هم نداره. برای 10 سومون پول خیلی کلان است. بدهید براش. این هم شکر است. زیرا هر قدری که شما به این عالم میدهید همون قدر به شما برمیگردد. با دل پر بدهید. از خود و عالم رضا بودن رو بیاموزید. و میبینید که اگر شما همین چیزهایی که من برای شما گفتم امروز کسی قبول کند و در دوام 3 ماه آنها رو پای در پای اجرا کند و برای خودش یک روزنامه پیشرفت بسازد و حالت امروزه و حالت بعدینش رو در آن قید کند و بعد 3 ماه میبیند که آن حادثه‌ای که مثلا امروز بود، وضعیت امروز بود، خیلی تغییر افتاد. بعد 3 ماه یک آدم دیگر است، در یک عالم دیگر است. به همه آرزوهای خرد و میانه خودش که در دوام 3 ماه عملش دانش ممکن است، شاید به اون آرزوها میرسد و آرزو کردن را یاد میگیرد. آرزو کردن، آرزو نیک کردن، این به عالم درخواست دادن است، به عالم باور کردن است، با دل پر. این هم شکر است. ای عالم من هستم و تو هستی، من همین آرزو دارم. و اگر در داخل آرزوی شما ضرر کسی نباشد و منفعت دیگران باشد، به دست آوردنتان آسان‌تر میشه. شکر همزمان
به دیگران غمخوار بودن است. زیرا به غمخوری شما با شما برمیگردد. یعنی اگر ما شکر کردن خواهیم، اندک فکر کنیم، ما بسیار چیزها رو پیدا میکنیم. همه چیز رو در داخل یک برنامه گفته نمیشود. من اینجا اکتفا میکنم تا صحبت آینده در تلویزیون سفینه. با شکر باشید، با دولت باشید، خوشبخت باشید.